اگر کمتر از $1000 در حساب معاملاتیتون دارید، حتما این آموزش رو باید ببینید و مهم نیست که کمتر از $1000 داشته باشید یا بیشتر از آن. روش معامله کردن شما تقریبا یکی هستش. آیا داشتن سرمایه بیشتر همیشه بهتره؟ گاهی بله، اما همین الان به شما میگم که این موضوع، یعنی داشتن سرمایه بیشتر، اهمیت زیادی نداره، چون معامله‌گری کاملا به مهارت‌ها بستگی داره. اگه بدونید که چطور معامله درست انجام بدید، این کار رو هم با حسابی که کمتر از $1000 هست میتونید انجام بدید و هم با حسابی که بیشتر از این مقدار هست. نکته اول، باید اشتباهات خودتون رو در بازار کاهش بدید. نمیتونید با یک حساب کوچک اشتباهات زیادی در مارکت مرتکب بشید. این اشتباهات حساب شما رو نابود میکنن. بنابراین باید اشتباهات رو به حداقل برسونید. برای این کار باید در انتخاب معاملات خودتون بسیار دقیق عمل کنید. یعنی شما باید معاملات با کیفیت بالا انجام بدید. وقتی تازه شروع میکنید، حساب معاملاتی شما بسیار آسیب پذیر هست. خودتون هم بسیار آسیب پذیر هستید. بنابراین باید با حساب معاملاتیتون مثل یک نوزاد رفتار کنید. نمیتونید مراحل رو نادیده بگیرید. یک نوزاد به محض تولد نمیتونه راه بره و شروع به دویدن کنه، درسته؟ پس باید مراحل خودش رو حتما طی کنه. بنابراین انتخاب بسیار دقیق در معاملات قطعا به شما کمک میکنه تا در این بازار موفق باشید. به ویژه اگر کمتر از $1000 در حساب معاملاتیتون دارید. مرحله بعدی اینه که باید داده‌های خودتون رو ثبت و بررسی کنید. وقتی این کار رو انجام میدید، باید به بزرگترین روزهای ضرر و بزرگترین روزهای سود خودتون در بازار نگاه کنید. وقتی این موارد رو در مارکت بررسی میکنید، متوجه یک الگوی مشترک میشید. به ویژه در مورد بزرگترین روزهای ضرر. بزرگترین روزهای ضرر شما همیشه یک الگوی مشترک دارن. ممکنه ناشی از معاملات انتخامی باشه، یا شاید فکر کرده اید که بازار دارای روند هست، اما در واقع بازار در حال رنج بوده. هر چیزی ممکنه باشه، اما باید مطمئن باشید که این الگو، یعنی بزرگترین روزهای ضرر رو حتما پیدا می‌کنید. بنابراین حتما داده‌های خودتون رو بررسی کنید و به بزرگترین روزهای ضرر نگاه کنید. نه فقط روزهای ضرر عادی، بلکه بزرگترین روزهای ضرر. به روزهایی نگاه کنید که باعث ضررهای بزرگ شده‌اند. این کار به شما کمک می‌کنه تا استراتژی خودتون رو تنظیم و رفتار خودتون رو اصلاح کنید. چون به خودتون میگید اکنون میدونم که چرا اینقدر در مارکت ضرر کردم. به این روش میتونید که آن اشتباهات رو کاهش بدید یا هر چیزی که لازمه برای تغییر انجام بدید تا از ضررهای بزرگ در معاملات بعدی جلوگیری کنید. سپس باید به طولانی‌ترین دوره‌های سود و ضرر نگاه کنید. تفاوت این موضوع با مورد قبلی چیست؟ قبلا درباره بزرگترین روزهای سود و ضرر صحبت کردیم، اما اینجا وقتی در یک دوره ضرر هستید، ممکنه نشان دهنده تغییرات بازار باشه. اما یک ضرر بزرگ ممکنه اصلا ربطی به شرایط بازار نداشته باشه و فقط به خاطر رفتار خودتون مثل معاملات انتخامی اتفاق افتاده باشه. بنابراین باید به طولانی‌ترین دوره ضرر نگاه کنید و اون رو بررسی کنید. دلیلش رو پیدا کنید. چرا در این دوره ضرر می‌کردید؟ به این نتیجه خواهید رسید که مثلا داشتم سعی می‌کردم این معامله رو در مارکت به زور انجام بدم. این کار رو برای دوره‌های برد خودتون هم باید انجام بدید. می‌خوام طولانی‌ترین دوره برد خودتون رو مطالعه کنید و بفهمید چرا اینقدر موفق بودید. مثلا بازار خیلی واضح بود که در حال ترند بود یا در حال روند بود. من داشتم پولبک‌ها رو می‌خریدم و دنبال یک تاییدیه بودم یا هر چیز دیگری در مارکت. این کار به شما کمک می‌کنه تبدیل به یک معامله‌گر موفق در مارکت بشید، چون اکنون دارید که داده‌های خودتون رو بررسی می‌کنید و متوجه میشید چرا ضررهای بزرگ یا بردهای بزرگ در مارکت داشته اید. من در اینجا به شما میگم که بررسی داده‌های خودتون خیلی بهتر است هر کتابیه که میتونید داشته باشید، چون اطلاعاتی که نیاز دارید هم اکنون در اختیار دارید. چرا ضرر میکنید؟ چرا سود میکنید؟ این اطلاعات برای شما خیلی ارزشمند و حیاتی خواهند بود. همین باعث میشه که به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی تبدیل بشید. نه بهترین ایندیکیتور، نه دیدن کل آموزش‌های یوتیوب، نه پیدا کردن بهترین زمان برای معامله، بلکه این خود شما هستید که رفتار، سابقه معاملاتی و افت حساب خودتون رو در مارکت بررسی می‌کنید. مثلا چرا این افت حساب رو در بازار داشتم؟ بردهای بزرگ خود رو تحلیل کنید و یک الگوی مشترک پیدا کنید. چیزهای اضافه رو حذف کنید و استراتژی رو برای خودتون کارآمد کنید. اگه نکته بعدی اینه که اگه کمتر از $1000 در حسابتون دارید، باید اهداف واقع بینانه در بازار داشته باشید. متاسفانه خیلی افراد در این صنعت، یعنی در صنعت تجارت، دچار یک نوع توهم هستن. بسیاری فکر میکنن معامله کردن چیزیه که میتونید بلافاصله انجام بدید. هر روز از مارکت سود کنید
و در یک ساحل استراحت کنید. در صورتی که معامله کردن یکی از کارهای سخت هستش. حساب معاملاتی شما هرگز به صورت یک خط مستقیم بالا نمیره. مخصوصا در شروع کار فراز بر نشیب‌های زیادی در بازار خواهید داشت. بنابراین باید بدونید که در ابتدا چیزی در انتظار شماست. وقتی وارد معامله میشید بسیاری حتی نمیدونن که چه انتظاری از مارکت باید داشته باشن. به آموزش‌های مختلف نگاه میکنن و میگن معامله کردن بسیار بسیار آسان هست. من با 10 سال تجربه در بازارهای مالی بهتون میگم که باید این ذهنیت یک شب پولدار شدن رو در مارکت فراموش کنید. چون در واقع معامله کردن خیلی خسته کننده و یک فرآیند آهسته است. شما باید قدم به قدم در مارکت پیش برید و این یک روند آهسته خواهد بود. معامله کردن کند و خسته کننده هستش. میدونم که در بسیاری از آموزش‌ها میبینید که همه چیز سریع پیش میره و به نظر میرسه که هر افرادی هر روز دارن به صورت مداوم در مارکت سود میکنن. اما معامله کردن واقعی اینطور نیست و من میخوام که شما این مورد رو حتما بفهمید، چون این به شما کمک میکنه اهداف واقعی در مارکت داشته باشید. بعضی از شما حتی نمیدونید که چطور یک روند واقعی رو در مارکت شناسایی کنید یا زون‌های کلیدی رو در مارکت شناسایی کنید. بیایید با هم دیگه صادق باشیم. بعضی از شما حتی تجربه کافی ندارید. بنابراین باید بفهمید که معامله کردن چیزی نیست که شما هر روز در مارکت سود کنید. معامله کردن مثل یک شغل عادی نیست. در شغل عادی خودتون میتونید مثلا 40 ساعت در هفته کار کنید و روی دریافت مثلا $1000 در هفته حساب کنید. اگه 40 ساعت در یک هفته کار کنید میتونید هر هفته روی آن $1000 حساب کنید، درسته؟ اما در معاملات اگه 40 ساعت وقت بذارید، خب بعضی هفته ها ممکنه $1000 درآمد داشته باشید، بعضی هفته ها بدون سود باشید و بعضی هفته ها ضرر کنید. بنابراین اینطور نیست که هر هفته یا هر روز یک درآمد ثابت داشته باشید. پس باید این مورد رو حتما بفهمید که این بخشی از تجارت هست. مثلا اگر یک روز تعطیل بود، من معامله نمی‌کنم. شاید روز بعد در ضرر باشم یا شاید یک روز بدون سود و ضرر باشم و این برای من اصلا اهمیتی نداره. چرا؟ چون من این بازی یعنی بازی تجارت رو به خوبی فهمیدم. من بازی رو میفهمم، یعنی بازی تجارت رو، و انتظارات واقعی در مارکت دارم و میدونم که هر هفته در مارکت سود نخواهم بود. پس من یک معامله‌گر واقع بین هستم چون بازی تجارت رو به خوبی میفهمم. پس باید سود نکردن و از ضررها رو در مارکت بپذیرید. این ذهنیت رو کنار بذارید که هر هفته باید در مارکت حتما سود کنید. پس اهداف واقعی داشته باشید و بازی تجارت رو باید حتما بفهمید. دست از این فکر بردارید که اینجا مثل یک کازینو هست، در صورتی که اینطور نیست. این یک کسب و کار هست. این یک فرآیند بسیار بسیار آهسته است. بعضی هفته‌ها خیلی بد خواهد بود و بعضی هفته‌ها خیلی داغ، طوری که انگار نمیتونید هیچ ضرری در مارکت انجام بدید. پس این واقعیت معامله‌گری هستش. وقتی بازی رو درک کنید، یعنی بازی تجارت رو، میتونید با آرامش بیشتری وارد مارکت بشید. چون میدونید که مثلا هفته گذشته عملکرد خوبی داشتید، اما ممکنه این هفته آهسته‌تر یا حتی با ضرر در مارکت پیش برید. به جای کنترل احساسات در هفته‌های آهسته یا هفته‌های زیانده، حدس بزنید که چه اتفاقی میفته. شروع میکنید به تغییر دادن استراتژی‌ها. چرا؟ چون کسی این رو به شما نگفته. هیچ کس به شما نمیگه که این هفته میتونه یک هفته داغ باشه، یعنی یک هفته پرسود، و هفته بعدی ممکنه یک هفته آهسته یا حتی یک هفته زیانده باشه. این مورد رو در آموزش‌های دیگه به شما نمیگن. به همین دلیل که من واقعیت معامله‌گری رو به شما میگم تا مجبور نباشید به خاطر یک هفته زیانده مدام استراتژی‌ها رو در مارکت عوض کنید و در نهایت با ضرر و ناامیدی از بازار خارج بشید. کار بعدی که باید انجام بدید اینه که اگه کمتر از $1000 سرمایه دارید، به برنامه معاملاتی خودتون باید پایبند باشید و طمع نکنید. اجازه بدید که دوباره بگیم، به برنامه معاملاتی باید پایبند باشید و طمع نکنید. چون خیلی راحته که یک اشتباه در مارکت انجام بدید. چرا؟ چون کسی نیست که شما رو بررسی کنه، کسی نیست که شما رو کنترل کنه. شما در مارکت رئیس ندارید که بهتون بگه اگه امروز بد کار کنید اخراج میشید. پس خیلی راحت میشه که در بازار اشتباه کرد. اما من اینجا هستم که به شما بگم به برنامه خودتون، یعنی برنامه معاملاتی خودتون پایبند باشید و طمع نکنید. کی اهمیت میده که اگه شما سود کردید و بعد بازار 20 پیپ دیگه به حرکت خودش ادامه داد؟ هیچ کس، درسته؟ این اتفاق همیشه در بازار میفته. مثلا شما در یک نقطه میفروشید و بعد بازار همچنان به افت خودش ادامه میده و به خودتون میگید اگه پوزیشن رو بیشتر نگه می‌داشتم میتونستم سود بیشتری از مارکت بگیرم. بیایید با هم دیگه صادق باشیم. معامله کردن اینطور نیست. شما یک برنامه دارید. پس به برنامه خودتون پایبند باشید. طمع نکنید و اینگونه به معامله‌گری نگاه نکنید. شما هرگز نمیتونید که دقیقاً بالاترین های یا پایین‌ترین لوی مارکت رو شکار کنید. پس باز هم در اینجا میگیم شما باید بازی رو درک کنید، یعنی بازی تجارت رو. و زمانی که بازی تجارت رو درک کردید، انتظارات واقعی خواهید داشت. پس باز هم تاکید می‌کنیم
به برنامه خودتون پایبند باشید و عطمه نکنید. کار بعدی که باید انجام بدید اینه که به حرفاتون پایبند باشید. یعنی اگه به خودتون میگید امروز قوانین خودم رو در مارکت دنبال میکنم، باید قوانین خودتون رو حتما دنبال کنید. چون اگه پایبند به حرفای خودتون در مارکت نباشید، پس به خودتون اعتماد نخواهید داشت. اگه نتونید به وعده‌های خودتون عمل کنید، پس چطور میتونید که یک معامله‌گر حرفه‌ای در مارکت باشید؟ پس به حرفای خودتون باید پایبند باشید. یعنی اگه به خودتون میگید باید بیشتر بک تست کنم، پس باید بیشتر بک تست کنید. اگه به خودتون میگید قوانین رو رعایت کنید، پس باید حتما قوانین خودتون رو در بازار رعایت کنید. اگه به خودتون میگید ریسک رو در مارکت باید کمتر کنم، پس باید ریسک رو حتما کمتر کنید. اگه حساب کوچکی در مارکت دارید، نباید با مارکت مبارزه کنید. نباید به معامله‌ای که در ضرر هست وابسته بشید. نباید جلوی خودتون رو بگیرید و استاپ لاس رو حرکت بدید یا به خودتون بگید شاید بازار برگرده، پس با مارکت مبارزه نکنید. وقتی باید از معامله خارج بشید همین. چون اگه حسابتون رو در مارکت نابود کنید، باید از صفر شروع کنید. اکنون باید پول بیشتری جمع کنید که بسیار اذیت کننده است. پس با مارکت مبارزه نکنید. قوانین خودتون رو در بازار رعایت کنید. کاری که لازم انجام بدید و از تکرار اشتباهات قبلی خودداری کنید. چون اگه پول زیادی از دست بدید، این موضوع هم از نظر مالی و هم از نظر ذهنی بهتون بسیار آسیب میزنه. اگه در روزهای بعد ضررهای زیادی کنید، حتی سرمایه کافی ندارید که در روزهای خوب اون ضررها رو جبران کنید، درسته؟ یا حتی سرمایه ذهنی کافی ندارید، یعنی اعتماد به نفس لازم رو برای ورود به معامله بعدی ندارید. پس باید در روزهای خوب و بعد آماده باشید. نباید اجازه بدید روزهای بعد از نظر ذهنی و مالی شما رو نابود کنن. چون وقتی روزهای خوب میاد، باید آماده باشید. باید آماده باشید که دکمه خرید رو بزنید و ضررهای قبلی رو در مارکت جبران کنید. پس مطمئن بشید که کارهایی که در این آموزش گفتم حتما انجام بدید. و اگه آماده اید که معامله‌گری خودتون رو به سطح بالاتری برسونید، میتونید در دانشگاه ما ثبت نام کنید. در این دانشگاه استراتژیایی که خودم در معاملات شخصی هر روز استفاده میکنم رو یاد میگیرید و به همراه آن یک دوره آموزشی کامل به سبک دانشگاهی دریافت خواهید کرد که همه بخش‌های معامله‌گری رو که برای سودآوری ثابت نیاز دارید به شما آموزش میده. همچنین ما به دانشجویان دسترسی کامل و البته رایگان به موقعیت‌گیری بزرگترین بانک‌ها و مؤسسات مالی یا همون سمارت مانی میدیم. و برای معامله‌گرانی که دانشجوی ما نیستن، برای دسترسی به این اطلاعات باید اشتراک‌های ماهانه $100 تهیه کنن. اما همونطور که گفتم، برای دانشجویان دانشگاه این دسترسی کاملاً به صورت رایگان خواهد بود و نیاز به اشتراک‌های ماهانه $100 ندارن. پس برای ثبت نام در دانشگاه با ما در ارتباط باشید.